سلام بچه‌ها، یویو خیلی خوش اومدید به کانال فرهام. امروز میخوایم بریم پایگاه کوهستانی رو بزنیم و پایگاه کوهستانی رو بزنیم و آموزشش رو بذاریم. بچه‌ها برای اولین بار کوره پشتی 15 تایی ساختم. برای که کوره پشتی کابل درست کنم اول اینو ساختم، بعدش اینو بسازم ایشالله، بعد اینو بسازم. شاید هم مثلا قبلمون رسیدیم به رنجر و رنجر رو ساختیم، حالا نمیدونم. و برداریم و جی آقا جی دیگه الان 15 تا جا به 10 تا جای خودمون اضافه شد و 25 تا الان بکپکمون جا داره. خواجی خرس وای میسه خیلی باحاله. اون که خرسش رد دوه ولی باز خیلی باحاله. خب حالا دیگه وقتشه وسایل رو جمع کنیم و بریم. من میخوام برم الان رده پایگاه کوهستانی رو بزنم، یعنی قصدمون اینه با این دوتا بزنیم. فکر کنم بشه زد. و میشه احتمال زیاد زد. بچه به زودی یه ویدیو در مورد چیزم میذارم، قضیه اسبا. من استبلم فقط این نعلا رو میخواد، اینها رو تا میتونم راحت جور کنم. فقط این نعلا رو میخواد و منتظر ویدیو حیوان خونگی باشید. تا هفته دیگه جمعه 100% ویدیوشو میذارم و خیلی قرار خفن باشه. بچه به خاطر 6 تا الان مثلا باید 25 سکه بدیم، ولی دیگه به خاطر تولید محتوا میدیم. یه تأسیس کم اومده گفته 75 تا جمع سکه خرج کن، به خاطر اونم که هست زدیم و خرج. بچه ها یه ویدیو خیلی خفن براتون آماده کردم. ویدیو دوزی از بیس رده 3 رده 4 خیلی خفن شده بچه ها. بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید ببینید. بیا. جای اسنایپر ها خیلی ناشیان بچه.
لامصبا دمیج سگو میده. بیای 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 بیای. چه زن بیارید خیلی راحت تره دیگه. با کسیلی چیزی بیارید جواب. ببینم اینجا بله ببینیم که چسی همشی میده. من اصلا پخش کننده نداریم خیلی کناره هم کردیم. 5 میخواد ولی برگه چندتره. ببینم کسی که چیزی ندارم مثلا آسیبی میزنم و خیلی راحته بچه ها. زیاد خود برای خودتون سختش نکنید. و من یعنی واقعا این سری امید دارم که یعنی پترسون بگیرن و واقعا یعنی امید پترسون منم بگم چستی که اینجا نیست. یه چیز هستش اینجا باز کنیم. باز شود دیده شود چه پسنده شود. برگردیم بریم اونجا یه فایت ریزی بدیم. چه پایگاه کوهستانی من فقط به خاطر طرح پترسون دارم میام. یعنی شارپا بده یا نده برام مهم نیست. آخرین طرح بده شارپا برام مهم نیست. فقط پترسون رو بده چون واقعا پترسون رو میخوام. واقعا پترسون رو میخوام. باید رو بکشونیم اینجا و بچه دیگه بالاخره اون پیله کمتر از 200-300 بیاد. سعی کنم بالای 200-300 بزنید و قدرتی کوله پشتی که همش بازه به درد میخوره. والیما نیاز داریم. شما میتونید فقط با یه دونه من بچه متمرکز میگم که برو بکشید. من بدون نمجا پشت بدم که نرید بچه.
بده. بدم بالاخره این شد. یه رفت بالا. عالی. بس کنم. اوف. آه مای گاد. رده چیز داد فکر کنم. رده 4 بود. کنم هر سری که میایم این لوتش بهتر و بهترتر میشه. حساب جک بلک هم برسیم، چون بچه واقعا یعنی سخته نیستش نسبت به چیز. من خب بچه ها چیز واقعا سخته. این تفلا هم باز زیاد سخت نیست، ولی شما فقط بزنیدش. یه خواهد دارم بیکر سنگرم پترسون رو بده. واقعا نیازش دارم. واقعا تو رو خدا پترسون رو بده. ببینیم دارم پترسون نگاه کن. جان یس پترسون، خدایا شکرت، خدایا شکرت. یس خدایا مرسی، خدایا یس پترسون بود. من میدونستم یعنی واقعا خیلی خوشحال شدم. این هم از این. تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.